من روز یکشنبه طبق روال 10-12 سالی که این منطقه هستم رفتم پارک نزدیک خونم 1 ساعت پیاده روی کنم. یه خانومی با 2 قلاده سگ ورود کرد به پارک. به خانم گفتم پارک جای سگ نیست. برگشت گفت نه، جای سگای مثل شماست که همینجا رو گرفتیم. که این خانم یورش کرد سمت من، پرید منو انداخت توی آب. دید گیج شدم، افتادم زمین، شروع کرد به مشت و لغت زدم. من فقط صورتمو میگرفتم، ولی وقتی این خانم مشت و لغت میزد یا سرمو به نیم کرد، هیچ کس نیومد کمک کنه. اصلا هیچ کس کمک نکرد. خیلی ممنونم از هم سپاه، هم برادرای امر به معروف، هم دادستانی. برای ما هیچ جا نیست، ما هیچ جا رو نداریم. با سلام به بزرگ آمره به منکر و کلان ناهی از معروف، مقام عظمای ولایت سگ تو روح هو حفاظاتو که لاهی سر تخته بشورنش. الان نمیدونم هم کدوم سوراخی تپیده. بعد ما بسیجی های ننه مرده رو میفرسته کف خیابون، اینجوری خار و خفیفمون میکنن. من به همراه چند تا از سگای ببخشید برادرای سگ ببخشید من رو مخم راه رفته. این پدر سگای ببخشید مخم همراهی نمیکنه. داشتیم میرفتیم پارک که ناگهان یک خانوم برانداز هیکل 2 تای رضازاده که اصلا از 2 کیلومتری میزد که از این ایادی شرق و غربه، با 2 تا سگ جلوی ما فرود اومد. من در کمال مظلومیت و بسیار با برخورد خیلی خوبانه بهشون گفتم خانوم اغتشاشگر، اینجا ملغرای جهان اسلامه، مقام عظما هم خودش همین قراست. الانم میدم خودت و سگاتو بفرستن هلفتونی. که البته من خیلی ملایمانه این حرفو زدم که ناگهان برگشت فیلیپینی رو گذاشت تو صورتم، گفت خفه شو پدر سگ با اون عظمای قرازت. که من تا بیام به خودم به جنبم، اون برادرای سگمون ببخشید برادرای بسیجیمون در کمال مظلومیت فلنگو بستن. منم تا بیام حب جیمو بندازم بالا، منو پرت کرد تو آب. بعد دیدم زیر آب یه تعداد دیگه ای از این اغتشاشگرا از قبل کمین گذاشته بودن، گرفتن ما رو مثل سگ ماهی زدن، قر و دبه کردن. سرمو از آب آوردم بالا نفس بکشم که دیدم یه عالمه برانداز وایسادن دارن کف و سوت میزنن. آقا یه حرفایی هم درباره مقام عظما و اهل بیتش میزدن که دیگه اصلا الان جایز نیست بگم. ما هم دیگه گفتیم مسجد دیگه جای اون کارا نیست و سرمونو کردیم زیر آب که یهو بعدش اون خانومه از ناحیه گردن ما رو گرفت، سوتمون کرد فضا. رفتیم فضا دیدیم آقا اونجاست خودش مقام عظما. براندازا هم دورش کردن دارن اسمت و طهارتشو غبارروبی میکنن. که من دیگه اونجا با صدای بلند رو به همه ایادی شرق و غرب اصحاب فتنه چنان به گور پدر جاسوس پرورم خندیدم که من غلط بکنم دیگه امر به منکر و نهی از معروف بکنم. ما داریم تو خیابونا از ملت کتک میخوریم، آقا تو بیت ماسک زده زیر کولر نشسته روزه امنیت میخونه. من به همه فاتی کماندوها و نجم آرپیجی های جهان نصیحت میکنم که فیس ما رو ببین عبرت بگیر. سگ که هیچی، اگه تو خیابون دیدی یه خانم یه تمساح دستشه، اصلا خرس دستشه، چپ نگاش نکن، دم تا بذار رو کولت بزن به چاک فنا. به برادرای بسیجی هم توصیه میکنم که اگه میخواین آخر عاقبتتون مثل محمد محمدی و جسم ناقص مقام عظما نشه، مثل خود حضرت آقا بتمرگین تو خونه، هیچ غلطی هم نکنید که یه وقت برادریتتون رو مورد حد حرمت قرار ندن. و السلام علیکم و رحمت الله.